سلام، علی اصغر هستم. اینجا فیکس آیدیو. یه حساب دهن 15 دیجیتال آیدیو برامون اومده با مشکل در رفتن مگنت. توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری این مشکل رو رفع کنم. همونطور که توی ویدیو مشخصه فاصله این قسمت با این قسمت متفاوت و موتور خودش رو به سمت چپ کشیده. حالا بهتون یاد میدم که چجوری موتور اول باز بکن. برای جدا کردن تیوک از مگنت شما به یک دوسوی چکشی نیاز دارین با لبه تیز. به زمانی که اینجا میذارین ضربه میزنین به مگنت آسیبی وارد نکنه و یک دونه تبر وایکینگ ها. خب دوسو رو اینجا قرار میدیم و چند ضربه تیوک جا به جا. خب تیوکو از مگنت در آوردیم. فقط کار یک نفر نیست، نیاز به همراهی داریم برای جدا کردنش. توی این مرحله نیازه که سطح مگنت رو تمیز کنی و چسب‌های قدیمیش رو در بیاری. برای این کار نیاز به یک کاتر داری. روی سطح میکشی و به این راحتی چسب‌های قدیمی جدا میشه. توی سری از باندهای دیگه این چسب این راحتی در نمیاد. برای اون کار شما روی سطح مقداری تینر بریزین و دوباره با کاتر در بیارید چسب‌ها. خب سطح کار رو تمیز کردیم. الان نیاز به چسبکاریه. برای چسبوندنش از چسب‌های دوقلو استفاده می‌کنیم. بهترین گزینه نیست ولی خب کار رو در میاره. چسبایی که خود شرکت استفاده میکنه تو ایران یا پیدا نمیشه یا اگه پیدا بشه خیلی گرونه. گزینه معقول و به صرفه‌ای. خب الان میخوایم که موتور رو وسط فیکس کنیم. برای این کار نیاز به یه تیکه های کارتون داریم. حالا هر کارتونی ولی با ضخامت های یکسان. هر طرفش به همون اندازه کارتون میذاریم. با یه پیچ‌کشی دو سوی قوی موتور رو جابجا میکنیم. خب الان برای اینکه ببینیم تیوک در مرکز قرار گرفته یا نه، کارتونا رو دو به دو، اونایی که روبروی همه
بالا و پایین میکنیم. تحت فشار بودنشون باید به یک اندازه باشه. زمانی که یک طرف آزاد باشه، یک طرف خیلی گیر باشه، دوسو رو میندازی لاش، یک ذره به سمتی که آزادتره هلش میدی. میبینی که جفت به یک اندازه درگیرن. خب الان چسب مگنت خشک شده، کارتونا رو در میاریم. تیوک دقیقا و مرکز قرار گرفته. الان باید چسبای دورش رو با تینر و کاتر در بیاریم. این هم اسم کار ساب دیجیتال آیدیو. اگر از ویدیو خوش شد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تست صدا هم براتون آخر ویدیو بزنم. چک